سلام، تبریک میگم. شما به عنوان امدادگر شب در آزادراه تهران شمال استخدام شدید. اما پیش از آغاز شیفت باید چند قانون را با دقت گوش کنی. قانون اول: هیچ وقت ساعت 3:27 از کانکس بیرون نیا. اگر بیرون بودی و دیدی موجودی سر راحت ایستاده بود، فقط رانندگی کن. توقف یعنی دعوتش به ورود. قانون دوم: وقتی چراغ چشمک زن خودروی امداد بدون دلیل روشن شد، کانکس را قفل کن. هیچ کس نباید وارد شود، حتی اگر صدای کمک شنیدی. آنها انسان نیستند. قانون سوم: با تلفن داخل کانکس فقط تماس اضطراری بگیر. اگر شماره ناشناس با پیش شماره مثبت 9897 زنگ زد، پاسخ نده. قانون چهارم: اگر دیدی خودرویی خراب شده و بدون راننده است، اما صدای گریه از صندلی عقب میآید، نزدیک نشو. آنها فقط میخواهند تو را وادار به نگاه کنند. قانون پنجم: ساعت 4:12 مه سنگین آزادراه همه چیز را میبلد. تا طلوع خورشید با چراغ خاموش رانندگی کن، اگر نه، چیزی که در ماهی پنهانه با تو همراه خواهد شد. موفق باشی.